هلو سلاطین تو بالاتون چطوره؟ داشتم همطوری میچرخیدم توی این خونه دیدم دو نفر دارن فایت میدن. آقا من این دو نفر رو میزنم و میرم یه چرخی بزنم. اینجا انمی نبود، یکم دورو زیاد کردم. بچه ها اومدم یه مغز بازی بهتون یاد بدم. اینجا اومدم بزنم مانی نزن گفت مانی نزن نزن. منم نزدم، گفتم اوکی باشه برو. رفتم یکم الان جلوتر. اینجا همون اسکواد لیدر دوباره اون باشه. دو نفر بودن، یکیشون ریوایوی بود، اون یکی هم که همون بهم گفت رفیقم بود که گفت نزن ایران. منم سری کاور گرفتم پیچیدم تو خونه. اینجا داشت لوت میکرد ریوایوی، زدمش. این موقع همیشه توی خونه توی کاوری داشته باشید، هر کی اومد تو بزنید. نگاه اینم از دوباره لیدر، دوباره اینم میزنیم. بچه همیشه نگاه کنید کاور خودتون رو توی خونه داشته باشید. دیدید انمی زیاده دوباره میان داخل لوت کنم. ببین دوباره این اومد اینجا، یه شاتم به این زدیم. برو خونتون. اینجا انمی نبود، یکم بزنیم جلوتر. اینجا یارمو میزنه همون ایران. بعد اینجا یه فیلوزی مشید دوباره داره لوت کنه. یه میسه بعد دادم یه دمج دیگه ناک شد. اینجا آقا ناک شد. اومدم دنس بزنم روش، دانلود نداشتم. دو نفر دوباره خواستن راش منو بدن. اینجا راشمو داد. آقا من اینجا راشمو داد، من هول شدم. بعد چون لوت زیاد بود چند تا مثلا با تفهم کرد. ببینید به من داره چی میگه. مانی منو شاید نتونی بزنی، شاید بتونی مویدو بزنی، اما داشت منو ها نمیتونی بچه نتیجه اینه بزنی. که اعتماد نکنید، ساب یاد نره.